موسا این کار کوچولوی لوله های آشپزخونه ما چقدر خرج برمی‌داره؟ یعنی به زبون خودتون چند تومن پول تو گلوی لوله های آشپزخونه ما گیر کرده؟ چون تو این ساختمون هستیم برای شما 2500. 2500 تومن؟ ای آقا شما میخواد چیکار کنی؟ 2 تا دونه واشر عوض میکنی؟ یه دونم پیچ میگردونی 5 دقیقه کار داره. آقا شما کار ساده گرفتی، 2 تا واشر نیست و ریزه کاری داره. به ظاهرش نگاه نکن. به هر حال چی میفرمایید؟ چی داریم بفرماییم؟ راستش ما از این پولا به کسی نمیدیم، یعنی نه اینکه پول نداشته باشیم، ما پول زور به کسی نمیدیم، زورمون میاد پول زور بدیم. خود دانی؟ بله خودمون میدونیم. بفرم. در ضمن ما تا زور بالا هستیم. اگر یه وقت خواستی ما هیچ وقتی نمیخوایم، شما تا هر وقت دیرت خواست بالا باش. بفرم. خدا حافظ شما. 2500 تومن؟ چی شد رد؟ بله خانم ردش کردم رفت. اه نداره خیال میکنه اینجا سر گردن است.